به نام خداوند بخشنده و مهربان. سروران گرامی، چینل ازدری میدیا به سلسله برنامه های خود این بار به داستان های حیواناتی که در قرآن کریم آمده است می پردازد. یکی از آن داستانی کلاغ است. وقتی که فرزندان آدم علیه السلام برای تقرب و نزدیکی به پروردگار خود هر کدام عملی را انجام دادن، قربانی را به جا آورد، از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. برادری که قربانیش پذیرفته نشد نسبت به برادری که قربانیش پذیرفته شده بود دچار بغض و کینه و حسادت شد و به برادری خود گفت به خدا سوگند که تو را خواهم کشت. برادری که قربانیش پذیرفته شده بود گفت خداوند تنها از پرهیزگاران میپذیرد. سرانجام کشمکش میان فرزندان آدم، برادری که قربانیش پذیرفته نشد برادری که قربانیش پذیرفته شده بود را به قتل رساند. آنگاه به گریه و زاری پرداخت. در این هنگام است که خداوند کلاغی را فرستادند و این کلاغ در زمین نزاع کرد و یک از آنها کشته شد. کلاغی که زنده بود کلاغی دیگر را با چنگال خود به زمین دفن کرد. در این هنگام فرزند آدم از این کلاغ درس عبرت گرفت و برادر خود را به خاک دفن نمود. آنگاه گریه کنان به پیش پدر بازگشت و داستان را برایشان بازگو نمود. سرانجام از رسوایی و فشار وجدان از کار خود پشیمان شد و توبه نمود.